الله سبحانه و تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذي یراک حین تقوم. اللهی که تو را هر وقتی که تو میخزی، حرکت میکنی، میگویی، میشنوی، میخوری، خواب میکنی، میخزی، الله تمام حرکات و سکنات تو را میبیند. وقتی که انسان زیر این آیه عمل بکند که خداوند مرا میبیند، خداوند مرا میشنود، خداوند با همراه من هست، هر کجایی ده که باشم، انسان دیگر کارهای خلاف نمی کند، انسان دیگر رفتار بد نمی کند، دیگر گفتارش و کردارش، نگاه کردنش، شنیدنش، خوردنش، همه اینها باید درست می شود. برای خود الله سبحانه و تعالی فرمودن که و هو معکم اینما کنتم. شما هر کجایی که باشید الله سبحانه و تعالی با علمش، با رحمتش، با قدرتش با همراه شما هست. و هو معکم، آیت صریح آشکار میگوید و هو و اون الله سبحانه و تعالی و الله سبحانه و تعالی با همراه شما هست هر کجایی که شما باشید. هر کجایی که شما باشید الله سبحانه و تعالی با همراه شما هست، با علمش، با رحمتش، با نظرش، با قدرتش الله سبحانه و تعالی با همراه شما هست. حضرت موسی علیه السلام را زمانی که فرعون با لشکریانش او را پشت سر او را پیش میکردن، قریب بحر آمد، قوم موسی علیه السلام گفتن که ای موسی اکنون اون نزدیک شدن گرفت، اکنون ما چی کار میکرده باشیم؟ الله سبحانه و تعالی فرمودن که ای موسی گفت نترس. چی میترسی؟ من با همراه شما هستم، من با شما هستم. اسمع و ارا، من میشنوم، من میبینم، من از حال شما با خبر هستم. نترس، نگران نباش. برای خاطر انسان در هر حالت الله سبحانه و تعالی را در کمین بشمارد. ان ربک لبالمرصاد، در کمین است، میبیند، با خبر است، از احوال تو با خبر است، از گفتار تو با خبر است. برای این خاطر حضرت ابی عبدالرحمن معاذ بن جبل رضی الله عنهما میگوید که رسول معظم صلی الله علیه وسلم فرمودن اتق الله حیثما کنت. هر کجا که باشی از خدا بترس. در بازار هستی از خدا بترس، تاجری تجارت میکنی او همونجا از خدا بترس، خیانت نکن. دهقانی او خیانت نکن. عالم دینی خیانت نکن. عالم دین چه خیانت میکنه؟ خیانت این میکند که آن چیزی که مطلوب هست، آن چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی هست او را نمیگد، حقیقت را میپوشاند. این میشود خیانت. این میشود خیانت. برای خاطر انسان عاقل، انسان ایماندار این سه صفت را باید در خودش داشته باشد که الله ما را میبیند، الله ما را میشنود، الله با همراهی